سلام دوستان، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. من امین لژند هستم. بچه‌ها امروز اومدیم با چالش جدید که یه اکانت بر خودمون بسازیم. بچه‌ها اولا این 4 تا اسنپ دو تاشو انتخاب کنید که من زیلات و هالیدی انتخاب می‌کنم. از بین این 4 تا شاتگانا هم دو تاشو انتخاب کنید که من اچیس و کریم انتخاب می‌کنم. حتما اون که انتخاب کردید و تو کامنت‌ها بگید ببینیم اکانتتون چجوری شد. سابسکرایب فراموش نشه بچه‌ها. از دسته رایفل ها هم من 117 و AK-47 انتخاب کردم. واقعا سخت بود کیلی و تایپ 19 رو بزنم که من باید 2 تا انتخاب میکردم. شما هم انتخاب کنید بگید بچه ها. حتما همه اینا رو تو کامنت ها بگید. از دسته SMG ها من فنک و سویچ بلید انتخاب میکنم. شما هم انتخاب کنید و بگید. اصلا فرقی نمیکنه من چی انتخاب کردم، شما همونی که دوست دارید انتخاب کنید. از دسته اسکین ها هم من گستو خیلی دوست دارم، تمپلال هم خیلی دوست دارم، صوفیا هم خوبه، همشون خوبن. اینو شما تو کامنت ها بگید، ممنون میشم. از پیج ما حمایت کنید.